به همه بیا بپرسی عزیز، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. رفقا امروز میخوایم با هم دیگه این پروژه های توکنی رایگان که به صورت رایگان ما میتونیم ماینشون بکنیم رو بررسی ریزی داشته باشیم، خیلی سریع و با سرعت و با دقت بریم جلو که هم دیر شده همین که عقب نیفتیم دیگه، مثل پروژه نات کوین نشه. یه لینکی هست که من توی دیسکریپشن براتون میذارم، ولی خب آموزشش اینجاست. وارد این لینک میشیم، یه بات تلگرامیه به نام همستر یا همون همستر. خب وقتی که وارد این ربات میشیم منتظر بودیم این مراحل اولیه‌اش رو باید انجام بدیم. خیلی راحته، همینجور نیکست رو به ما یاد میده. خب مثلا همون اول شروع کرد به ماین کردن، خیلی راحته واقعا از حالت. خب ببینید ما میتونیم مولتی تاسکینگ بزنیم. مولتی تاسکینگ حالا نه به اون معنا، مثلا مولتی تپینگ. خب حالا آماده ایم برای اینکه بازی رو شروع کنیم. پلی رو میزنیم، وارد بازی میشه. همون اولش به ما نشون میده که شما چقدر توکن دارین و اینا که ما با اونش کاری نداریم. مولتی تپ کردن، همه انگشتام رو روی این قسمت حالا همستر میزنیم پشت سر هم تا جایی که به ما اجازه میده، همینجور ادامه میدیم تا جایی که میتونیم و تپ بکنیم به ما توکن رایگان میده. این یکی از راههای ماین کردنه، اما قسمت های دیگه ای داره که میخوام قسمت ها رو بگم، ولی خب توی جلسات بعد بهتون میگم چون قسمت ها خیلی مهمه. بریم پس تا جلسه بعد.